حیات وحش به جنگل رنگ و لعابی بخشیده. اما امروز فقط یه موجود منو به خودش جذب کرده. معروف ترین ببر جهان، ماچلی. اون حالا 18 سال داره و بیشتر از همیشه مورد علاقه منه. به نظر میرسه اون به من خیره شده، انگار اونم ارتباط خاص بین ما رو احساس کرده. من همیشه دوستش داشتم، اما هیچ وقت فکر نمی کردم این احساس متقابل باشه. احساس کردم اون در اون لحظه بیش از حد آرامش داره. شاید به این دلیل که اون اینجا بود، در قلعه‌ای که برای اولین بار بعد از تبعیدش به اون بازگشته بود. وقتی که دخترش اینجا رو ترک کرد، بهترین قلمرو پارک بدون ملکه رها شد. و حالا ماچلی بار دیگه ملکه قلعه است. استراحت در آب به اون آرامش میده. خوشبختانه ماچلی در آرامش باقی خواهد موند. هفته ها بعد در گوشه از پارک نوه‌های ماچلی رو دیدم که تنها زندگی میکنند. سندری گم شده. اینجا یک قلمرو نامطلوب برای ببرهاست. شکار کمیاب شده و این مسئله موجب درگیری ببرها با انسان میشه. باور نمی کنم که سندری بچه‌هاش رها کرده باشه. مادری کردن برای یک ماده ببر بسیار اهمیت داره. آینده این نسل اون به داشتن توله‌های سالم بستگی داره. من به دنبال سندری هستم، اما متاسفانه اون هیچ وقت بر نمی کرده. جسد اون هیچ وقت پیدا نشد و تا به امروز سندری مرده به حساب اومده. دختر قدرتمند ماچلی ناپدید شده.